سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. در این ویدیو از چنل من قراره که این جاینت بسیار زیبا مدل آنتوم 02023 رو بررسی 2022 رو بررسی کنیم. بچه ها امروز اومدیم بررسیش کنیم. دوچرخه فوق سد بالای با ما همراه باشید. خب اولین عکسی که مشاهده میکنید از این دوچرخه برای استفاده حرفه‌ای استفاده میشه و کراس کانتری یا آلمان تاین هم استفاده میشه. خب بریم سراغ مشخصات. عکس بعدیش رو مشاهده میکنید از زاویه پشت. خب اولین چیزی که میخوام بررسی کنیم تنه هستش. تنه این دوچرخه که سایت خود تایوان هستش از فول کربن استفاده شده. کربن میدونید دیگه یکی از مقاوم‌ترین و سبک‌ترین عنصرها هستش. در دوچرخه سواری دوچرخه‌های بالای 120 میلیون استفاده میشه. این کربن هستش همونطور که تنش رو مشاهده میکنید.